ایلول کجاست؟ تو بازداشتگاهه. کجا داری میری؟ نمیذارن ببینیش. وایسا. باورم نمیشه ایلول، باورم نمیشه. همتون آزادین. نفهمیدم. نشنیدی؟ گفتم آزادی. یعنی ثابت شد که بیگناهیم. خدا رو شکر. باورم نمیشه. چی شد؟ کمال پیدا کردین؟ معلوم شد که زنده است؟ همکارامون توضیح میدن. بریم. بدوین. مامان. ایلول، دخترم، من همه چی رو اعتراف کردم. مجازاتش هم تحمل میکنم. چی رو اعتراف کردی؟ من کمالو کشتم. مامان چی داری میگی؟ کاری که برات کردم و فراموش نکن. بیا بریم، باید بازجویی بشی. مامان ول کنین مامانمو، ولش کنین. اون کاری نکردم. ولش کنین مامانمو، ول کنین مامانمو، ولش کنین. مامانم بیگناهه، اون کاری نکرده. ولش کنین، ولش کنین. مامانم بیگناهه، ولش کنین. اون کاری نکرده. مامانم بیگناهه، مامانم بیگناهه. ایلول، مامانم بیگناهه، مامانم بیگناهه. مامان ولش کنی. مامانم این کارو به خاطر من کرد. برای اینکه من نیفتم زندان جرمیو که مرتکب نشده بود گردن گرفت. عزیزم تو رو خدا اینقدر گریه نکن. اون مادرته. معلومه که به خاطر نجات تو خودشو فدا میکنه. پس چرا این بیچاره رو آورده پرورشگاه؟ الان یادش افتاده که مادره؟ اینطوری نگو، مادرم. سوگل، هر کسی اشتباه میکنه، ولی الان اصلا موضوع این نیست. ایلول، مامانتو آزاد میکنن. بالاخره حقیقت مشخص میشه. عزیزم تو رو خدا گریه نکن. ایلول، معذرت میخوام، همش تقصیر منه. بیا بریم عزیزم، بیا بریم یه آبی به صورتت بزن، حالت بهتر میشه. بگیرش. باشه. بیا بریم. معذرتم میخوای؟ باید قبل از اینکه همه چیزو به خواهرت بگی فکرشو میکردی. من چیزی نگفتم. پس کی گفت ها؟ سوگل و ساغر تو دستشویی صحبت میکردن، شنیده. واقعا؟
تو جرمت چیه؟ به خاطر دزدی انداختنت زندان؟ نه، به خاطر حس مادریم افتادم زندان. یعنی چی؟ بچه ها بیاین بریم. همینه. این دختریه که پسرمو بدبخت کرده. خدا ازت نگذره. قاتل. مواظب حرف زدنتون باشین خانم محترم. نمیبینین اون هنوز بچه است. بچه چیه؟ چه بچه ای؟ اینا همشو 7 خطن. ما قاتل نیستیم، هیچ کاری نکردی. ساکت باش، دهنتو ببند. برگرد همون جایی که بودی. دست از سر پسرم بردار. مامان مزخرف نگو، از اینجا برو. دست از سر دوستم بردار. ناسان بس کن. ولم کن توفیق. ایلول به حرف مادرم گوش نده، بهش توجه نکن. توفیق نگاش کن، جلو مادرش داره از این دختره دفاع میکنه. را بیفت بریم، زود باش بریم. سرکان میشه مادرتو از اینجا ببری؟ به حد کافی اعصابمون خورد شده. خیلی خوب میام، گفتم دست از سر این دختر بردار. بریم. سرکان ولم کن. بشرا خبر داره؟ خواهرت کجاست؟ داره از مدرسه میره خونه. دخترها شما برین پانسیون. ایلول ما هم بریم خونتون. ایلول بیا بریم. ای گل بگیرن دهن ما رو. خودمونو پیش دافنه لو دادیم. خب از کجا میدونستیم که تو دستشوییه؟ آفرین به شما. منو بگو به کیا اعتماد کردم. از قصد که نکردیم، نمیدونستیم. خیلی خوب، از قصد نکردیم که. سرزنشمون نکن. آبجی اومدی خونه؟ ولی مامان خونه نیست. فکر کنم رفته بیرون بگرده. بریم تو، من همه چیزو برات توضیح میدم. باشه. چرا دارین پچ پچ میکنین؟ ها؟ هرچی میخواین بگین تو رومون بگین. بیاین تو اتاقم. هر چیزی که برای گفتن دارین تو روم بهم بگین. بشرا جون، پلیسا میخواستن چند تا سوال